که لاس وگاس واقعا شهر باحالیه، شهر منظم، خوب. من بسیاری از خانواده ها رو میبینم که دارن همینطور اینجا مهاجرت میکنن به دلیل اینکه موقعیت شغلی برای جواناشون هست، مدارس ریت بالا وجود داره، UNLV یونیورسیتی خیلی خوبی داریم. هر جوری که بتونم بگم یعنی این شهر با شهرهای دیگه قابل مقایسه نیست، از نظر هوا، از نظر نداشتن کرایم، از نظر داشتن اکتیویتی های متنوع. هیچ چیزی، فقط لاس وگاس مرکز اینترتینمنت و قمار و اینجور چیزا نیست، یعنی واقعا شهر فامیلیه. شما هر چیزی میتونی اینجا پیدا بکنی. بخوای بری کمپ میری کوه کمپ، میخوای بری در فصل زمستون میخوای بری اسکی کنی کوه در کنارت هست، میخوای بری لیک ببینی کوه هست، حتی میخوای بری لس آنجلس 2.5 ساعت میری درایو میکنی میری لس آنجلس برمیگردی کالیفرنیا. برای همین از نظر منطقه‌ای فوق العاده است. من خیلی دوست دارم این شهر رو و میبینم که همینطور جمعیت داره اضافه میشه. من خودم اگر بخوام از خودم بگم این که پدر بزرگ من اینجا زندگی میکرده، من عموم عمه‌هام همه اینجا زندگی میکردن در لاس وگاس از 20 سال 25 سال پیش، نه 2-3 ساله. به همین دلیل من خودم اومدم 12-13 سال اینجا زندگی میکنم و خیلی هم راضیم. شهر فوق العاده ایه. اغلب این خیال میکنن یا احساس میکنن که لاس وگاس فقط اون خیابون استریپ هست و اصلا فضایی برای فضای خانوادگی وجود نداره، ولی اصلا اینطور نیست. ظرف مدت 7-8 سال پیش این فضا فوق العاده تغییر کرده، یعنی تمام فامیلی مهاجرت میکنن به لاس وگاس، زندگی میکنن به دلایل متعدد. اوکی. این منطقه وست آف لاس وگاس، ما اومدیم نزدیکای سامرلینگ هست، رزیدنشال کامیونیتی، کوالیتی کامیونیتی. اگر همینطور ملاحظه کنید خونه های سینگل فامیلی اینجا بسیار تنوع فراوان دارد و میبینید نایس نیبرهود، خیلی آروم، خوب، ترتمیز، برخلاف تصور عموم که فکر میکنن لاس وگاس فقط یک خیابونی بیش نیست. خواستیم اینجا رو به شما نشون بدیم که پر از کامیونیتی های به این شکل و حتی های لول تر وجود داره. فصلایی هست که از دسامبر شروع میشه اینجا باران میاد، باد میاد، برف یک بار اومده پارسال، برف شدید. خیلی خوب. همونطور که میبینید تمام خونه های 2 کار گاراژ، 3 کار گاراژ با لندسکیپ های عالی، فرانت یارد دارن، بک یارد های زیبا. این منطقه احتمالاً اسوسییشنش بین 40 تا 50 دلار هم هست، یعنی very cost effective affordable HOA. زمینای فوتبال همینطور که میبینید ما هر هفته یه بار 2 بار میایم اینجا فوتبال بازی میکنیم. خیلی منطقه آروم با کلاس و خوب. دلیل اینکه ایرانیایی که اینجا میان زندگی میکنن به طور مستمر میمونن و دوست دارن اینجا رو، به دلیل اینکه فضای شبیه خود ایرانه. حالا ما فضای کبیری داره، آب و هوای خوب و معتدلی داره. ما اصلا بلاهای طبیعی که شهرهای دیگه آمریکا دارن در اینجا نداریم و همینطور که میبینی سرسبزی هم تا حدودی هست. جمعیت نشنالیتی افغان ها اینجا خیلی هستن متمرکز، ایرانی ها هستن، پاپولیشن ایرانی داره همینطور گرو میکنه. و اینکه این منطقه‌ای که الان ما هستیم یکی از مناطق خوب لاس وگاسه. میشه گفت سامرلین، هنوز سامرلین نیست، یه مقدار فاصله داره، ولی این منطقه خیلی خوبه، نیبرهود خیلی خوبه. همینطور که میبینید اینجا پر از شاپینگ سنترهای مختلف، گاز استیشن، مغازه های ایرانی، رستوران های ایرانی تو این خیابون هست. ما الان تو منطقه سامرلین لاس وگاس هستیم. در این بخش میتونیم لیک سهراس به نام لیک سهرا،
یه لیک خیلی بزرگ و زیبایی وجود داره در اینجا که میریم الان میبینیم و اینکه همینطور که میبینید سرسبزی هم در اینجا وجود داره. خونه های سینگل فامیلی با اینجا مساحت خونه ها خیلی بزرگتره و همینطور که میبینید 2 کار گاراژ 3 کار گاراژ بدون اچو. هزینه تکس سالیانه هاتون در اینجا خیلی پایین تره خونه ها نسبت به شهرهای دیگه امریکا. همینطور که میبینید این دوتا برج دوقلو زیبا که در منطقه غرب وگاس قرار داره، هر واحد اینو من میتونم بگم الان قیمتش هست یه چیز هلوش 700 800 هزار تاش. واحدهای کوچیکتر 2 خوابه ولی خب پنت هاوس بالا داره و واحدهای بزرگتر داره به قیمت بالاتر، یه چیز هلوش 3 میلیون دلار واحداش قیمتش ارزش داره و ویوی که میبینید تمام ویو خود وگاس و استریپ رو از اون بالا خواهی داشت با خرید این آپارتمان. اسمش از تیوولی. زمین‌های گلف بسیار زیادی پشت همین وجود داره و یک کازینو هم اینجا هست به نام سانکوست. دقیقا بغلش این کازینو بسیار لوکال کازینوه. اون طرف هم شاپینگ مال خیلی خوبه، تیوولی شاپینگ مال. من یاد شاپینگ سنترهای داخل خیابون فرشته میافتم. داخلش خیلی شیک و آنچنانیه. این کوه رو که میبینید اسمش مانچارسونه. مسافتش 30 دقیقه 40 دقیقه درایو میکنی میری اونجا. هر موقع بخوای اسکی کنی قشنگ برف میاد اونجا اسکی تو میکنی و تابستونا محله بسیار خوب برای پیکنیک و کمپینگ. واقعا لذت داره. جای خیلی باصفایی داره. کمپ‌های بسیار تریلر و کمپ‌های آنچنانی داره. یعنی لاس وگاس از نداشتن برف هم حتی صدمه نمیبینه. برف هم خواهیم دید. اسمش مانچارسون. همینطور که میبینید چندین کوه در محاصره کرده این شهر رو. این کوههای زیبا رو که میبینید من یاد باز دوباره تهران هم میافتم بعضی موقع کوه رو میدیدیم. خیلی جالبه. این طرف هست اسمش هست لون ماونتن و طرف شرق وگاس هم هست لیک مید و ماونتن خودش داره. چیزی که من برام جالبه این که برای رفتن کوه فقط کافیه ماشین سوار ماشینت بشی 30 دقیقه درایو کنی سریع به اونجا میرسی. با خانواده با فامیلی میخوای روز تعطیلتو بری خوش بگذرونی، فصل تابستون فصل زمستون میری اسکی میکنی، تابستون میری لذت میبری از هوای خوب و مطبوع اونجا. به این حد این شهر زیبا و لذت بخشه. همه جور امکاناتی وجود داره. همین الان این کنار زمین گالف هست، تنیس، ساکر گیم، امکانات تفریحی فراوونه. این باز یه زمین گالف هست اینجا پشت کامیونیتیه. یه کامیونیتی خیلی بزرگی هست. این خونه هایی که میبینید اکثرا همه سینگل فامیلیه داخل ال کاپیتان رنچ نورت وست آف لاس وگاسه، یعنی شمال غربیش میشه. خونه ها قیمتش الان در حال حاضر هول و هوش بین 400 تا 500 هزار دلار. هنوز مرقوم به صرف است نسبت به تمام این توضیحاتی که ما نسبت به این شهر بهتون دادیم. خونه ها واقعا قیمتش عالیه با اسوسییشن خیلی پایین و پراپرتی تکس حد اقلی. خونه های اینجا اکثرا 3 خوابه است ولی 2 خوابه هم وجود داره. خونه های 3 خوابه اگر توی کامیونیتی گیتد باشه HOA که بهش تعلق میگیره هومون اسوسییشنش بین 100 تا 150 تا 200 دلاره دیگه آنچنانی باشه. ولی خب اگه بیرون از گیت کامیونیتی باشه HOA شما مبلغش هست هولوش 40 50 دلار در ماه. یه خونه 3 خوابه تو این منطقه قیمتش هولوش بین 400 تا 500 هزار دلار با پراپرتی تکس سالیانه به 1100 میشه ماهی 70 80 دلار. واقعا مرقوم به صرف است. همینطور که میبینین
ما الان غربی ترین قسمت لاس وگاس قرار داریم که 2 تا 3 تا کوه پشتمون دقیقا ما رو محاصره کرده و این ویو زیبای شهر خود لاس وگاس و منطقه همون استریپ هستش. در واقع میخواستم راجع به امنیت این شهرم بگم. به دلیل توریستی بودنش امنیت این شهر فوق‌العاده است، یعنی خیلی بالاست و این شهر رو حتی الامکان، یعنی نرخ کرایمش خیلی پایینه نسبت به شهرهای دیگه که شما اگر مقایسه بکنید کرایم ریتش فوق‌العاده پایینه به دلیل امنیت بالایی که داره. برای فامیلی عالیه، برای زندگی فامیلی. این نما رو اگر شما میبینید دقیقا، من که هر موقع این نما رو میام بعد از ظهر بعضی موقع خودم میام اینجا برای تمدد اعصاب، این میبینید یاد ایران و تهران میافتم، مخصوصا در این ساعت. فوق‌العاده است برای فامیلی. راستی اینا رو هم میبینید، اینا کاندومینیوم ها هستش که ظرف مدت 4-5 سال ساخته شده. واحدهای 1 خوابه و 2 خوابه موجود داره و قیمتش هست بین 250 تا 350. بسیار عالی، منظره و ویو عالی دارن و زندگیشون لذت میبرن. همینطور پشت شما بازم یک کامیونیتی دیگه ای هست که کاندومینیوم هستش. فاصله ما از اینجا تا استریپ درایو راش آور اگه بخوایم حساب بکنیم 40 دقیقه 50 دقیقه، ولی ساعتهای معمولی اگر بریم بین 25 تا 30 دقیقه، برای اینکه دسترسی به 2 تا اتوبان هایوی خیلی مرکزی داره، 215 و 15. مستقیم میرین به استریپ، حالا به محل کار یا اگر به طرف شرق بخواین، شرق لاس وگاس بخواین سفر بکنین، بین 30 تا 35 دقیقه. همه چی نزدیکه اینجا، فوق العاده نزدیکه. شاپینگ سنتر نزدیک، گروسری استور، مغازه‌های ایرانی، اکتیویتی های آنچنانی. یه منطقه فوق العاده عالی، یعنی شهر فوق العاده عالیه برای زندگی. این یه کامیونیتی دیگه ایه که دقیقا نقطه مقابل اون هست. اینجا هم تمام کاندومینیومه و واحدهای بزرگتر از اون هست، واحدهای 3 خوابه داره و 4 خوابه و قیمتاشون هم یه چیز هولوش 40-50 هزار دلار از اون یه مقدار بیشتره به دلیل فضای بیشترش. این هم ویو 2 تا کوه داره. این کوه اسمش لون مانتنه و اون کوه هم هست، فوق‌العاده است. اینجا هم زمین بیسباله، میان بچه ها بیسبال بازی میکنن. همه جور ورزش و اکتیویتی اینجا موجوده. ساکر گیم داره، بیسبال، فوتبال. تمام کامیونیتی ها برای خودشون دارن این اکتیویتی ها رو. اسپورت اکتیویتی اینجا فوق العاده است و پر از زمین های خالی دیگه. میبینید که اینا در آینده ای نه چندان دور تبدیل به خونه و زمین های مسکونی خواهد شد. این منطقه به نام ال کاپیتان نورت وست آف لاس وگاس. همونطور که می‌بینی خونه‌های بزرگتر و با فضای بیشتری، 3 کار گاراژ، 4 کار گاراژ هست. قیمت خونه‌ها اینجا از 500 به بالاست، ولی باز HOA هم نداره اینجا. HOAش اگر باشم بین 30 تا 40 دلاره. اینجا خیلی نزدیک به کوه، میتونی برای کوهنوردی خیلی راحت با ماشین 5 دقیقه میری، جای پارک داره. 2 ساعت 1 ساعت قشنگ تریلر داره، کوهنوردی میکنین. بعد این سمتش از زمین بازی هست که اگر دوست داشته باشین بازی بکنید، برای بچه ها عالیه. مدارسی که توی این منطقه هست تمام مدارس های ریتده. به نظر من برای هر کسی که بخواد از نظر کوالیتی آف لایف یا بخواد زندگیشو ارتقا بده، لاس وگاس بهترین شهره در امریکا به دلیل مرغوم به صرفه بودن قیمتاش. کاست آف لیوینگ پایینه، در عین حال شما تمام اون امکاناتی رو شاید هم بیشتر که در جای دیگه ای میتونی داشته باشی اینجا خواهی داشت. چیز دیگه، یعنی مسئله دیگه ای که من میخواستم بگم این بود که در این شهر افغان‌ها خیلی دوست دارن این شهر رو به دلایل همین توضیحاتی که من به شما دادم. اسپانیش و مکزیکی خیلی هست.
و ایرانی، خود کامیونیتی ایرانی خیلی رشد کرده نسبت به 4-5 سال پیش، 2 برابر شده کامیونیتی. این ساختمانایی که میبینین اینجا ظرف مدت 8 ماه ساخته شد. این زمین خالی خالی بود 8 ماه پیش، الان ساختن. یه دو طرفش تاون هاوسه، اون طرف هست آپارتمان های کاندومینیوم که فکر میکنم 1-2 نفرم الان اومدن موو کردن دارن زندگی میکنن. یعنی اگه 8 ماه پیش اینجا رو میدیدی یه زمین خیلی خالی بود. اگر بخوایم راجع به کامیونیتی ایرانی صحبت بکنیم، همونطور که گفتم کامیونیتی ایرانی دوبل شده، یعنی 2 برابر شده و به واسطه این قضیه تنوع رستوران‌های ایرانی اینجا آنچنانی شده. ما اینجا یک کلابی داریم به نام لونا کلاب، ایرانی هستش توی خود استریپ که منطقه دقیقاً فضای گدرینگ ایرانی‌ها هست. هر هفته برنامه داره، دیجی های خیلی خوب و همینطور که میدونید از دسامبر تونی تا دسامبر، فکر میکنم دسامبر، بله، 20 تا دسامبر 26 تمام خواننده ها و خواننده ها فکر میکنم و هنرپیشه ها، خواننده های ایرانی بیشتر، تمام کنسرت میذارن و هر ساله به این شکله. تمام ایرانی ها تمام نقاط امریکا میان لاس وگاس. وقتی میان لاس وگاس فقط استریپ وجود نداره، به رزیدنشال هم سر بزنید ببینید که چه شهری داریم ما، چه شهر فامیلی.